سلام رفقا، امروز میخوام شما رو ببرم به یکی از رویایی ترین جاده های ایران. جاده‌ای که مثل یه تیکه از بهشت هستش. این جاده یه مسیر حدود 70 کیلومتریه که استان گیلان رو به استان اردبیل وصل میکنه. اما اصل ماجرا چیه؟ این فقط یه جاده معمولی نیست. شما اینجا وارد دنیایی از جنگل‌های سرسبز، رودخانه‌های خروشان و مراتع پر از گل‌های وحشی میشید. تصور کنید توی جاده هستید. اطرافتون پر از مه غلیظ، صدای آب یه رودخونه آروم به گوشتون میرسه و عطر درختای جنگل همه جا رو پر کرده. تو بهار و تابستون هواش خنکه و بی‌نظیر و تو پاییز با اون رنگ‌های طلایی و قرمز یه جادوی دیگه میشه. ولی حواستون باشه زمستون‌ها اینجا ممکنه سخت‌گذر باشه. پس اگه عاشق طبیعت‌گردی و کمپینگ هستید، تجهیزات کامل ببرید و از این سفر لذت ببرید. جاده اصالم به خلخال جایی که سفر به معنای واقعی خودش رو نشون میده. خب دوستان، اگه عاشق چنین جاهایی هستید، حتما نظراتتون رو برام کامنت کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.